دو تا فعل جادویی زبان فارسی که دنیایی از مفهوم رو ساختن: زدن و خوردن. اول بریم سراغ زدن. فقط 10 تاشو میگم: دست زدن، شونه زدن، کتک زدن، کلک زدن، حرف زدن، بوق زدن، نق زدن، آتیش زدن، سنگ زدن، رنگ زدن، تیر زدن. شد 11 تا. و حالا خوردن: زنگ خوردن، قسم خوردن، فریب خوردن، شکست خوردن، سر به سنگ خوردن، به درد خوردن و هر چیزی که آسیب به بدنه. لگد خوردن، کتک خوردن، ضربه خوردن، زمین خوردن، سرما خوردن. اینه زبان فارسی. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری.